حدوداً 21-22 سالم بود که 2 تا از دیسکای کمر و 2 تا از دیسکای گردنم آسیب دیدن، یک 4 تا از دیسکا، و به انواع پزشکای متخصص مراجعه می‌کردم و کلی داروی غضروف‌ساز و مسکن و لیزر انجام بده و فیزیوتراپی، ولی این دردها همچنان همراه بود و این سیکل معیوب اصلا بهبود پیدا نمی‌کرد. تو این مسیر با دوست خیلی خوبی آقای دکتر نادر نمی که متخصص این حوزه هستن آشنا شدم و تو اولین جلسه‌ای که با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم چند تا نکته کلیدی بهم گفتن. من ببین چند سالته؟ من اون موقع 7-8 سال بود درگیر این دردا بودم، دور بر 27-8 سالم شده بود. گفت درسته که 27-8 سالته، اما تو 35 سال 37 سال از بدنت استفاده کردی، از مخزن بدنت، از انبار بدنت بیشتر استفاده کردی و مشکل در لایف استایل توئه. من هر دارویی به تو تجویز کنم، هر فیزیوتراپی برات بنویسم، حتی جراحی اگر